ببینید. اسم فعلیشو میتونی بگی؟ باز من بهتون میگم. خب بعد چی ببینیم؟ ازش چی بگیریم؟ تشریح خاص؟ اهرامو توش میبینین. من از اون طریق طرح ریختم. من خیلی زیبا بودم. چون شکل بادبادکه میتونیم یه خط اضافه بکنیم، بکنیمش یه هرم، یعنی پرسپکتیو یه هرم. آره. همین کارو کردی؟ خب بفرمایید که اگر ما الان در جنگ تشعشعاتی بخوایم این مکانیزم رو به هم بزنیم، این چه نوع تشعشعی رو میتونیم مسلح بشیم بهش و به چه شکلی؟ خب دست درد نکنه. بعد من خیلی خوشبختم که شما رو دیدمتون. خب حالا سوال دیگه دارین که بپرسید از کاری که کرده راضیه؟ از میخوام از ماه یا خورشید نمیشه اون انرژی رو بگیرید؟ نه. خب میتونی تاریخ این انقراض رو به اصطلاح اعلام بکنی؟ نمیدونم، فقط فکر میکنم فارسی بگی. 2012. اگه 2 تا 1 داشته باشه 10 برابر میشه، یعنی در 2012 بعد از 2 0 باید باشه. درسته. این فارسیمو تاکس واستی فکر. این چه تاریخیه؟ تاریخ میلادی؟ میلادی. میتونی به تاریخ قمری برام